ثانیه یک انسان یک پروژه هست، یک ایده هست، یک فکر هست، یک برنامه هست. هر ثانیه وقتی انسان هدفمند میشه، وقتی انسان سرتاپای وجودش خیر و برکت میشه، ثانیه های عمرش تحول آفرینه. خداوند روزانه 86,400 ثانیه زمان به طور رایگان بر بانک زمانی ما برای هر نفر ما واریز میکنه. رایگان 24 ساعت 86,400 ثانیه زمان، و به ما میگه 24 ساعت تو فرصت دارید، از این 86,400 ثانیه برداشت کنید. تو بانک زمانی تو موجودی دارید، رسید دارید، اینقدر فرصت دارید که تو برداشتش کنید. اگر 10 ثانیه در 86,400 ثانیه برداشت کردید، تو فقط 10 ثانیه داشتید. اگر 100 ثانیه، 1000 ثانیه. اما بعضی انسان‌ها واقعاً انسان‌های موفقی هستند، نمیذارن ثانیه های عمرشون بیهوده سپری بشه، چون فکر میکنن هر ثانیه که غیر مفید گذراندن جز عمرشون حساب نمیشه. انسان اون اندازه از عمرش مال خودشه که مفید بوده. بعضی انسان ها 80 سال از خداوند عمر میگیرن، اما 2 سال هم مفید نبودن، 3 سال هم 5 سال هم مفید نبودن. بعضی از خداوند 20 سال عمر میگیرن، ولی اعمالشون وقتی نگاه میکنید، خدماتشون وقتی نگاه میکنید، آثار و برکت‌هاشون وقتی نگاه میکنید، 200 ساله، 300 ساله. 20 سال از خدا بیشتر عمر نگرفتن، ولی اعمالشون معادل 200-300 ساله. اینا انسان‌های موفقن. اینها انسان‌های عاقل هستند، هدفمند هستند. اگر یک روز در عمر من و شما باقی مانده، باز هم فرصتی هست برای آموختن. اگر یک روز خوبی‌های همدیگر رو بازگو بکنیم، اون قسمت پر لیوان رو ببینیم، عیب تو همه ما هست. خیلی از ارزش‌ها تغییر پیدا کرده. باید ارزش‌ها برای جامعه اسلامی اون ارزش‌هایی باشن که خدا و رسولش معرفی کردن.